دوستان عزیز پیکشادی این هفته انواع کارهای جالب خودشون رو از پیام‌های کوتاه تا اشعار طنز و قطعات بلندتر برامون فرستادن. ما البته شرمنده‌ایم که ناچاری منتخبی از این کارها رو پخش بکنیم. اول یک کار قشنگ در مورد بگیم بخش آلمانی گوشت تن خامنه‌ای که کنده شد رو با هم ببینیم. بیا بکن چاه، کدوم چاه؟ همون چاهی که 100 تا مار داره. آی بله توی بانکاش پول باحال داره. آی بله ریشه چین چین را بذار، هیچ فکر هفته شب نکن. هوا و عرق چین را بپوش، با کاسه لیساشم بجوش. لیکن این ریش بلا بسیار داره. آی بله ریش مارتین شبش از یار داره. در مورد مناظره‌های موسیقی انتخاباتی رژیم، دوست عزیزی با یادآوری شعرهای زیبای نسیم شمال سید اشرف‌الدین گیلانی یه شعر برام فرستاده که نمیدونم نسیم کدوم قسمت از میهنمون باید اسمشو بذاریم، چون ننوشتن که اهل کجا هستن، ولی به هر حال بسیار زیباست. این مسخره بازی به خدا ننگ بشر بود، دیدی چه خبر بود؟ این 8 نفر این یک از آن مسخره تر بود، دیدی چه خبر بود؟ آن مردکه از شوق ریاست شده بیتاب، افتاده هم از خواب. این جامه از اول به تن شخص دگر بود، دیدی چه خبر بود؟ آن یک که به پیشانی خود داغ نهاده، با فیس و افاده مهمل سرهم کرد که از فهم به در بود، دیدی چه خبر بود؟ بر ترک موتور عربده زد دکتر سردار، آن عقرب جرار. چوبش به کف و اسپریش هم به کمر بود، دیدی چه خبر بود؟ به هر حال عذر بخوام که هم سریع خوندم هم ناچار شدم که بخشای از این شعر رو بخونم، نه همش رو که بلندتر هست. آخرین یکه ارسالی دوستان پیکشادی که امروز می‌بینیم تکرار رأی همه مردم ماست که هیچ وقت تکراری نمیشه. این بار با بیان با مزه دوست خیلی جوون پیکشادی، صبا.